گرداند. داستانهای قرآنی به طور همیش برای ما درس می دهد. شما بنگرید، این یک ظلم تاریخی بود. ظلم تاریخی از این نگاه بود که یک مردمی در کوههای سلیمان که در مرز هند آن زمان قرار داشت، که این زمان از مناطق پاکستان به شمار می رود، به نام افغان یا به نام پشتون یا به نام پتان زندگی می کردن. اگرچه مردمی کمی بودن و کوچکی بودن، نام همان مردم را بر بالای یک خطه بزرگ